سلام سلام سلام. میدونم آقا، میدونم دلتون برام تنگ شده بود. دل منم براتون تنگ شده بود حقیقتش. امروز خیلی با عجله اومدم که براتون یه ویدیو خیلی عالی بسازم در مورد 10 تا از بهترین اختراعاتی، نه بهترین که نیستن، 10 تا از اختراعاتی که مخترعین خودشونو کشتن. یعنی این اختراعات، ببخشید یه لحظه، این من میگم یه مقدار عجله داشتم، ببخشید. بله داشتم میگفتم این اختراعها مخترعین خودشونو کشتن و اولیش هم میخوام از تایتانیک شروع کنم. در واقع از اتاق فرمان به من میگن که در مورد سیلوستر اچ روپر صحبت کن، ولی من میخوام در مورد تایتانیک باهاتون صحبت کنم و مخترع تایتانیک. داستان از سال 1912 شروع میشه، زمانی که آقای توماس اندروز دو تا کشتی خیلی بزرگ میسازه. یکیش اسمش المپیک بوده، اون یکی اسمش تایتانیک بوده. تایتانیک بزرگتر از المپیک بوده. زمانی که توی آب میندازنش، آقای توماس اندروز هم خودش توی کشتی بوده و همراه مسافرها سفر میکنه. وقتی میسازتش سینه سپر میکنه، میگه خدا هم نمیتونه این کشتی رو غرق کنه. خدا همون لحظه میگه چطور؟ نمیتونم؟ با عمو بیلی آشنا شو و بهش سلام کن. تو همون سفر اول تایتانیک تصادف میکنه با یه موتوری جان با یه کوه یخ برخورد میکنه و غرق میشه. آقای توماس اندروز هم خودش توی همون کشتی میمونه و غرق میشه. نفر بعدی لیستمون آقای کارل شله هست، شیمیدان قرن 18 که تجربی شیمیدان شده بوده و درس آکادمیک نخونده بوده. ایشون هر چیزی دم دستش میومده مزه میکرد، یعنی هر چی سر زبون میده خب این خطر داره، این خطر نداره، این تلخه. حتی میگن که ایشون سیانور هم چشیده ولی نکشتتش. یه جمله معروف داره که میگه که من از اشتباه کردن نمیترسم، چون اشتباه باعث میشه حقایق از دل تاریکی بیرون میاد. خب البته راست میگفت، چون که بالاخره یه روز جیوه میخوره و باعث میشه که روحش از بدنش بیاد بیرون. یعنی این سری حقیقت از دل تاریکی بیرون نمیاد، روح از بدنش میاد بیرون و دچار مسمومیت جیوه میشه. خب بریم سراغ نفر بعدی لیستمون، آقای فرانس رایشلد. ایشون یه خیاط آلمانی بوده که به فرانسه مهاجرت میکنه تا بتونه اون ایده که تو ذهنش هست رو عملی کنه. حالا ایدهش چی بود؟ ایشون میخواسته یه لباسی رو طراحی کنه، یه لباسی بدوزه که این لباس چتر داشته باشه که هر کی از ارتفاع میفته چیزیش نشه، نمیره. چندین سال تلاش میکنه، چندین سال وقت میذاره روی لباسی که بالاخره بعد از چندین سال به نتیجه میرسه و سال 1912 موفق میشه که مجوز امتحان کردنش از برج ایفل رو بگیره. اول قرار بوده که یه مانکن رو جای لباس رو تن یه مانکن بکنن و از بالا پرچ کنن پایین که مشخص شه. ولی خب از اونجایی که احتمالاً دختر زیاد بوده، منم تو عکس‌ها دیدم که دختر زیاد بود اون اطراف. حالا عکس میذارم این بالا، نگاه اینجا میذارم، حالا چند گذاشتم اینور نمیدونم. دختر اونجا زیاد بوده، جوگیر میشه، میگه که آقا من میخوام خودم رو خودم تستش کنم. میگن آقا خطرناکه، میگه نه من خودم رو خودم میخوام تستش کنم. خلاصه که لباسه رو میپوشو. یعنی وقتی که از ارتفاع 60 متری، من فیلمشو دیدم، وقتی که میاد انگار که مفت چجوری میچسبه به دیوار میچسبه به زمین. آره حالا ببین فیلمشو نمیدونم بشه گذاشت یا نه، ولی خب فیلمش هم دیدم و اوکی هست. نفر بعدی لیست ما آقای فرانسیس ادگار استنلی بوده. ایشون پدر چی با حالا هر کمی پدر ایشون مغز متفکر خودروهای بخار بوده. زمانی که داشته ماشین خودش رو تست میکرده تو جاده های روستایی، میزنه به یه گاری و با کله میره تو گاری. یعنی در واقع اولین کسی که تصادف میکنه با ماشین، با خودرو، با اتومبیل، آقای فرانسیس ادگار استنلی بوده. خدا بیامرزتش. خب آقای سیلوستر اچ روپر. میرسیم به آقای سیلوستر اچ روپر، کسی که یه موتور بخار طراحی میکنه، موتور بخار طراحی میکنه و زمانی که داشته تستش میکرده رو موتور داشته ویراژ میرفته، حالا داشته گاز میداده، نمیدونم، سکته قلبی میکنه
میفته گوشه جاده، سرش میخوره کنار جاده میمیره. یعنی اینکه حالا خدا کنه خاک برای اینا خبر نبره، حالا ما اینجوری داریم در مورد اینا صحبت میکنیم، ولی به هر حال وضعیت گندی بوده. داستان گاو برنزی پریلوس خیلی معروفه. ایشون تو دوران باستان بوده، میاد یه گاو توخالی برنزی برای پادشاه اون دوره، اسمش فالاریس بوده، میسازه که حالا کسی که میخوان شکنجه کنن و مثلا متهم و قربانی و بنزن داخلش، بعد زیرش یه آتیش بذارن که این جزغاله بشه. همونجور که داره جزغاله میشه، ناله که میکنه، از تو سوراخ‌های دماغ اون گاو صدای گاو وحشی میومده، صدای حالا شکنجه اون آدم خیلی شنیده نمیشده، صدای گاو وحشی میومده. پادشاه به محض که اینو میبینه خیلی خوشحال میشه، میگه دمت گرم، حالا ما که بهت نگفته بودیم اینو برامون بساز ولی ساختی، خیلی خوب، حالا برو توش. یا میگه پادشاه کجا؟ میگه برو توش، ما کاری نداریم. تا میره توش درو میبنده، میگه آقا زیرش آتیش روشن کنین ببینیم تو خوب کار میکنه یا نه. خلاصه آتیشو میذارن زیرش، روشنش میکنن، اونم شروع میکنه به ناله و جیغ و داد و اینا اوه داره درست کار میکنه. بعد میگه حالا درش بیارید دیگه. وقتی که درو واز میکنن میبینن که چه بوی آدم پخته‌ای داره میاد، بوی کباب انسان داره میاد. دیگه سریع میگه آقا درو ببندید برین از بالای کوه پرتش کنید پایین. خلاصه میرن از بالای کوه پرتش میکنن پایین، یعنی اومد یه پاچه خاری کنه، جواب نگرفت. خب میرسیم به نفر بعدی لیستمون، ژان فرانسوا دوروزیه که ژان فرانسوا دوروزیه، فامیلش دوروز. اوکی، ژان فرانسوا دوروزیه اولین کسی بوده که با بالون پرواز میکنه و البته اولین کسی هم که با بالون سقوط. بالون چیه؟ یک کات بزنی؟ نزنن؟ ادامه بدن؟ کارگردان میگه ادامه بده. اولین کسی بوده که با بالون سقوط میکنه، چون اولین کسی هم بوده با بالون پرواز میکنه. خودش همیشه میگفته که دوست دارم اگه قراره بمیرم در حال پرواز بمیرم. خدا هم صدای دلشو گوش میده، به نوای دلش گوش میده و بالونشو آتیش میزنه، تو آسمون بالونش آتیش میگیره. میرسیم به آقای والریان آباکوفسکی. ایشون راننده و پلیس مخفی پلیس شوروی بوده. همیشه دلش میخواسته که یه قطاری بسازه که بتونه به سرعت هواپیما برسه. ایشون یه پره جلوی قطار میذاره و اون قطار سرعتش واقعا هم زیاد میشه. خودش هم تو سفر همراه با چند تا از سیاستمدار اون دوره بوده. خیلی با سرعت میرن، از مسکو میرن به سمت تولای، ولی زمانی که میخوان برگردن چپ میکنند و از ریل خارج میشه و قطار منحرف میشه و میمیرن همشون. آقای لیسی یه نابغه در دوران چین باستان بوده. ایشون بعد از پادشاه دست راست پادشاه بوده، در واقع همون کسی بوده که روی ساخت دیوار چین نظارت میکرده. به شدت آدم محکمی بوده. یه سیستم 5 مرحله‌ای برای برای شکنجه کردن و عبرت گرفتن مردم داشته. اونم اینجوری بوده که اول دماغو میبریده، بعد دستو میبریده، بعد پاها رو میبرید، چون انگوش میشمارم که بشه 5 تا اینجوری حفظ کردم، بعد پاها رو میبریده، بعد اخته میکرده، بعدم از کمر نصف میکرد. یعنی طرف قشنگ میشده کلبن رومیزی. بله، ایشون زمانی که پادشاه سقوط میکنه به خیانت متهم میشه و دقیقاً همون سیستم 5 مرحله‌ای رو خودش اجرا میکنه. جالبه که ایشون یه فیلسوف کنفوسیوسی بوده و خیلی هم مهربون و اخلاق محور بوده، ولی خب سیاست و دنیای قدرت با آدم چنین کاری میکنه دیگه. به هر حال خب به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. من عاشق این جمله هستم، یعنی دوست دارم حتی وقتی باهاتون سلامم میکنم این جمله رو بهتون بگم. خلاصه امیدوارم که از ویدیو امروز واقعا لذت برده باشید، صفا کرده باشید و اون بیلاخه چیه؟ اون لایکر رو بکوبید، یک کامنت بذارید، یه نظری بدید، یه حرکتی همینجوری نگاه نکنید و برید.